امروز ما در ساحه چنداول کابل هستیم. این چنداول به خاطر میگن سابقه از این میگه به نام چارجای بود. اگر در رابطه به این بگوین که جلیبی را چه رقم شما پخته میکنید روزانه، باز چطور از کاربارتان؟ خوب است، شکر از مزه کار رفته دیگه. مزه دادیم دیگه آماده دیگه 5 دقیقه بعد دو خلاص ایره. اگر در مورد می چکه برای ما معلومات بدین. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر، امیدوار هستم صحت سلامت باشین. امروز ما در ساحه چنداول کابل هستیم، جایی که بیشتر هموطنای ما در سابق می آمدن و ترشی های بسیار مزه‌دار و خوش‌طعم از اینجا خریداری می کردن و امروز آمدیم تا حال احوالی داشته باشیم از بازار ترشی فروشی، چون رمضان در حال فرارسیدن. ما هم آمدیم در چنداول کابل که اینجا بیشتر دکانایی که قرار دارن ترشی های بسیار خوش‌طعم و لذیذ به فروش میرسانند که ما فعلا میریم داخل کوچه. شما ما را تعقیب کنید، صحبت میکنیم با یکی از کسایی که همینجا دکان ترشی فروشی دارن و همچنان جلیبی فروشی آمد و ماهی پزی آمد. در این مورد هم بیشتر با کسایی که اینجا مصروف هستن صحبت میکنیم. حالا دیگه ما را تعقیب کنیم، من میرم داخل دکان، بیشتر صحبت میکنم با مالک اینجا. سلام کاکا جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ جان اکتان جو بخیر، شال دارم. سلامت باشی کاکا جان. خودت اگه اول در مورد همین ساحه چنداول برای ما یک قصه کوتاه داشته باشی. درباره چیش مثلا همین چرا این ساحه را به نام چنداول یاد میکنن؟ خودت ماشاءالله سنت کلانتر است، شاید راجع به تاریخ ازی معلومات داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمنان هستم از یک دکانداران لبنیات فروشی چنداول. این سال نو که بیا 41 سال میشه که من چنداول هستم. این چنداول به خاطر میگن سابقه از این میگه به نام چارجای بود. کدام چیزی که چی که بوده 4 جای بوده، بازم 4 جای، باز آخرش 4 جای به نام چنداول شده. خب 4 جای پس مختص شد به چنداول. با چنداول. خب 41 سال میشه که تو در این ساحه زندگی میکنی؟ در این ساحه کار میکنم. کار میکنی؟ 41 سال. خب خودت دکان ترشی فروشی داری، چطور از بازمی بازار کاروبارتان؟ خود دیگه ناشکری نشه، خوب است. روز شب و روز ما میچله دیگه. تو بازار که سابق بود چند سال پیش بود نیست. چطور بود اگر یک قصه کوتاه داشته باشی از همین خرید و فروش ترشی در سابق؟ چه تفاوتی کرده با خرید و فروش همکنون که هستیم؟ بسیار زیاد، 50% خب بخی به یقین میگم برات که تفاوت کرده است نسبت به جمهوریت و حاله. و از مردم بیچاره است، ترشی و چکک است، هوسانه است. این دیگه که مردم پیسه داشته باشه که هوسانه را بخوره. خب حالا میایم در مورد ازی برای ما بگین که همین ترشی را که شما اینجا به فروش میرسانین در دکانتان، این را در خانه جور میکنین؟ بله در خانه جور. خب در خانه جور میکنین. لبنیات از کجا میارین؟ لبنیات ما تنها چکر داریم. ماست همیشه روزمره کم میارن برای ما 100-200 قضیه ما نمیفروشیم. چکه از قندوز هم میایه، از مزار هم میایه، از بامیان هم میایه، از غزنی به حساب چکای غزنی بامیان که میگن از اینجا. خب اگر شما در مورد ترکیبات همین ترشی بگوین که از کدام نوع دارین، مثلا از گلپی است، از کدو است، یعنی انواع و اقسام مختلف داره، اگر در رابطه با همین بگوین که مشتری‌ها بیاین از شما خریداری کنن. ترشی ما اونم میبینه که گلپی هم داره، شلغم هم داره،
بادرنگ، بانجان، حتی ما ترشی های دیگه هم داریم که اونجا ماندگی سونه شفتالو و بیوتره. بسیار مشتری که ما را ببینن از کار ما راضی هستند میبرن. هر وقت از ما نرخ ما بلند است نسبت به بازار، 40 نرخ ما بلند است. به خاطر هر کسی که برده باز دیگه از پیش ما شور نخورده میبره. شما چطور یعنی وقتی که یاد کردین که از شفتالو هم جور کردین، از بیام، از ناکام، چطور ترشی جور شده؟ از شیرینی ترشی جور میشه، از ترشی شیرینی جور نمیشه. بسیار جالب. اون اگر باز چیز یک اونی بیش نرسیده دیگه مزهش کلش صحیح است، یک ذره نرم نکرده. اگر براتون زحمت نمیشه داخل برنامه باز یک نمونهش بر ما بگوین. خب باز همین ترشی ها که از پیش شما به ولایات هم صادر میکنین نمیکنین؟ کم کم میبرن. جافتر همی لغمان میبرن. حال دمی 2-3 سال است که سیافتر خوست گردیز هم میبرن. دیگه سمتا میبرن کمتر. منطقه لغمان، لوگر، یک طرف خوست گردیز یافت. خب چقدر شما یاد کردین که نرختان هم بلند است ولی مردم میآید شما خریداری میکنن. همین دلیل رضایت مردم از شما چیست؟ دلیل رضایت همی که یکی ما کار ما را ستره کار میکنیم، همون موادی که مخصوص از امیز کار می هر چیزا نمندازیم. یکی ما زردک خود پست میکنیم، زردک ترشی را پست میکنیم، همون که مردم میبینن هم صفاست هم خوبش است، هم باز ما دم تمیزی بسیار خوبش جور میکنیم. ما پدر کسبی هستیم دایی، تو ما خود ما نامدیم. خب چند سال 41 سال شد گفتین کار میکنیم؟ ما وزن برادرم 41 سال، 60 سال 62 آقای از عسکری خلاص شد که ما آقای آقا میگفتیم مال پدر است. بدن باز آمدیم اینجا کار میکنیم تا بال در اونجا دکانای ما بود. بازو در 91 چپه شد دیگه که اینجا 7 سال دیگه است که این دکان است. خب چند باز مالیه میتین؟ مالیه ما را بلند کردن. مالیه اصلا چی بود؟ مواد خوراکه بود 18000. همین باز امسال آمدن اینا سر ما 24000 کردن. 24000 چند صد است. خب 24000 مالیه میتیم سالانه. خب حالا دیگه بریم همین ترشی را اگه برام به معرفی بگیری که فصل سرما هست و همچنان رمضان در حالت نزدیک شدن است. با کسایی که مثلا ترشی را دوست دارن میخواین استفاده کنن اگر یک پیامی داشته باشید. فصل ترشی هست، هم زمستان اصلا فصل ترشی است. مگم سابقا که هوا سرد میشه یخبندان میشه ترشی بسیار زیاف میخریدن. حالا که سرد میشه نمیخرن. خب مدا خوب است میشه روز چو روز ما شکر میچل از بار شکر. دیگه حالا این بادرنگ هم میالم فصلش است. حالا وقتی است که همه چیز است. برچ تازه هم میال پیدا میشه، گشنیش هم پیدا میشه. یک مرچ سرخ تازه پیدا نمیشه. باز ما زره سرخ هم ذخیره کردیم، یک ذره خشک مزاری را میگیریم قطع میکنیم آروش ماشین میکنیم. بسیار خوب. حالا اگه همی موادش بر ما به معرفی بگیری بسیار خوش میشه. من اینمی تشت کسی نه با این بانجان سیاه نیست. باز مردم میگه بانجان سیاه. این بانجان سیاه نیست، این بانجان مخصوص ترشی چیز ریزه میکنیم به خاطر یک دکاندارا. این 2 ماه سیزن داره در 1 سال. بازی میایه با هر دکاندار ترشی فروش بایپار دیقان داره برش میاره. دیگه اینی بادرنگ است که تو بانجان. دیگه اینی جای کس چکنی مرچ است. این دیگه اینی که چکنی گشنیچ است. اگر یک کمی بلند کنین که بیننده ببینن. خب این چکنی گشنیچ تنها نیست، مرچ هم داره، مرچ سوس، غوره رومی هم داره، گشنیچ اینی 3 چیز است. دیگه اینی اون زردک است، بانجان است، چی زردک است، گلپی، شلغم، کم کم کدو هم داره. دیگه نیم. باز کیلو چند است؟ کیلوگکی که بفروشیم 50 روپیه. با سیرکی به دکاندارا و مشتریای خود میتیم نرخ ما 220 است. حالا یک ذره میردم به سودایش 200 هم میتیم به دکاندارای خود. با در چی خانه والا که ذره میگم به خانه میبریم ترشی خوبش از این کدام خوبتر. باز ما دی بیلر داریم تو 300 سیدیم. دیگه او را پت کردین از مشتری. پت کردیم از پیش مشتریای دکاندار خود پت کردیم بر خانه والای خود است. این اگه سیل میکنیم. خب بیاین شما ببینیم یک بار. این دیگه اسپیشال است. این اسپیشال است. نه این ترشی اسپیشال است. این کیلوش گفتین چند است؟ کیلوی 50 روپیه. خب کیلوی 50 روپیه. واقعا بینندای عزیز دکان از اینا که از بسیار با نظافت است و از موادایی که اینا استفاده میکنن شما میتونید با خاطر جمع بیاین خریداری کنین. بسیار با مزه و با لذیذ است و همچنان نظافتش هم خیلی عالی مد نظر گرفته شده. شما بیاین و خریداری کنین به قیمت ارزان. اگر در رابطه با مو چکان بگوین
اینمی چکک است از قندوز هم میآید، از امام صاحب قندوز موسی، از مخچی مزار هم که میآید موسی میآید. بازارچی از طرف سمت از اورجات که من مثلا از بامیان یا از غزنی که میآید یا دوغی میآید. دیگه ما دوغی و موسی را مکس هم میکنیم، سودا میگیم برای مردم که مکس است. باز اگر لایدگی هم موسی را اگه تو شوق داشته باشن قیمت تر است، او موسی سودا میکنیم. یعنی اجازه است. این یک از دوغی تناز بسیار چکه خوشه. چکه دوغی است دیگه نه؟ بله دوغی است. چه مزه‌دار است. شما ببینید بیننده‌های عزیز بسیار پاک و منظم و مزه‌دار است. کیلو چند است؟ یک کیلو 100 روپیه میفروشیم با سیرش 600. سیر 600 کیلو 100. کیلو 100 و پرچون بخرن 100 روپیه کیلو. در بخش برنامه ما رسیدیم به کوچه مخصوصی که دکان‌های جلیبی پزیر یک جا قرار دارند. دیگه شما خود یک دکان‌ها در ساحه چندوال کابل موقعیت دارند که شما میتونین با آمدن در این ساحه جلیبی خیلی خوشمزه را خریداری کنین و مرا تعقیب کنید تا بیشتر طرز تهیه از زیره و کسایی که مصروف هستند در قسمت پختن جلیبی با اونا بیشتر صحبت میکنیم. خسته نباشید، بیادر اجازه است؟ خسته نباشین. خوب هستی بیادر؟ بخیر صحتمند. خودتان همیشه معرفی داشته باشین. رحمت الله هستم. خسته نباشی. رحمت الله بیادر. بخیر باشید. چه کار و بار میکنی؟ این جلیبی پزی. جلیبی پزی. آره. چند سال میشه که اینجا مصروف هستی؟ والا من مدت 1-3 سال میشه. 3 سال؟ آره. بسیار خوب. دیگه شما کاروبارتان دیگه بسیار مشکل است یا که آسان است اگر در رابطه بازی بگوییم؟ والا اونقدر مشکل نیست دیگه، در مرور زمان دیگه یاد میگیریم یا نمیرفتم. خب اول شاگرد بودین؟ شاگرد هستیم. اگر در رابطه به این بگوییم که جلیبی را چه رقم شما پخته میکنین، وقتتان هم گرفته میشه میریم پیش دیگه هم مسلکایتان؟ یعنی چه رقم؟ مثلا خمیرش چقدر وقت در بر میگیره؟ موادش بگویید. خمیرش 1-نیم ساعت در بر میگیره جور کردنش. نیم ساعت؟ بسیار خب. همین جلیبی چندوال کس مشهورتر است، چرا اینجا را انتخاب میکنن همین مشتریایتان که میآیند خریداری میکنن؟ دلیلش چیست؟ اول از همینجا تولید شد، از همینجا ساخته شد، از همین منطقه. در کدام فصل سال میخرن و یعنی فروشاتتان بیشتر است؟ 3 ماه زمستان. یعنی فصل جلیبی دیگه 3 ماه زمستان است؟ خب حالا ما دیگه یک رسم عنعنات داریم که کسایی که نامزد هستن و پیش نامزد خود میرن و در این سال نو جلیبی هم میبرن. شما میگین دیگه که فقط در 3 فصل است، در 3 ماه از همین 3 ماه از ماه جدید شروع میشه. ماه عمل هم است، ماه ثور هم باز خوب است دیگه. حواس میشه. بیننده های عزیز، فصل جلیبی و ماهی است. در کوچه قبلی که وقتی ما رفتیم فقط ترشی بود و در این ساحه نه تنها ترشی بلکه جلیبی های بسیار خوشمزه و خوش‌طعم و لذیذ هم اینجا تولید میشه و جور میشه که بیشتر صحبت میکنیم با کسایی که اینجا کار میکنن. حالا من نبفتم، شما من تعقیب کنین. سلام بیادر، خسته نباشی. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب است. سلامت باشی. چی کار میکنی؟ چطور هستی؟ شکر فضل خدا. جلیبی سگه کار جلیبی. جلیبی پخته می‌کنی؟ شیرین شما میکنم برات. هر روزانه باز چطور از کاروبارتان؟ خوب است، شکر. از مزه کار رفته دیگه، مزه تو کاروبار نمونده که سابق وره که. چرا جلیبی چندوال بسیار مشهور است؟ دلیلش چی؟ خود زیاد پخت میکنن مردم. چندوال زیاد پخت میکنه، به او خاطر مشهور است. ولایت ها تقسیم میکنن، در ولایت ها میبرن. شما به ولایت ها روان میکنین؟ به ولایت ها روان میکنین؟ بله. به کدام ولایت ها مثلا؟ یعنی تگاو، نجراو،
سمتشون. حالا نجراب که خودش یک ولسوالی از خود ولایت نیست. خانمو دیگه سمت شمالی اینجا. خب بسیار خوب. باز چند نفر کار میکنید در دکانتان؟ 7 نفر. 7 نفر. خودت استادکارشان هستی؟ نه استادکار ما ایست. کی است خواه؟ کسایی که پخته میکنن؟ کسایی که پخته میکنن. همین جلیبی که است بیشتر در فصل زمستان استفاده میشه، خانواده ها میخرن. حالا دیگه کسایی که نامزد هستن نوروزی میبرن و میاین جلیبی میخرن. خودت هم نامزد هستی یا ای که هنوز عروسی نکردی؟ اگر الحمدلله عروسی کرد. خب جلیبی باز کیلوی چند شما سودا میکنید؟ ما دیگه اینجا 80 رو به سودا میکنیم. بله. خب با کسایی که نامزد هستن باز تخفیف میتین یا همون تو قیمتش زیاد بلند میبرین؟ نه تخفیف داره دیگه با. خودت هم اشتیا داری میخوری نمیخوری علاقمند هستی؟ بوی از این سیر میکنه آدم. خدا آدم. استفاده نمیکنی؟ نه. خب بسیار خوب. روزانه چقدر پخته میکنین؟ روزانه چقدر پخته میکنین؟ روز یک 20 سیر 30 سیر میشه، از بالا نمیشه. 20 سیر با بسیار جالب. بله. بسیار خوب. دیگه ای چی است که داخل از شما ایره باز یک بار مندازین؟ بوره. بوره او شده اونجا اونو بوره. او شده داخل از این. خب بازی همی طعمش شیرین میسازه؟ بله. خمیرش هم خودت میکنی؟ نه خمیرگر اونجا هست اگر. سلام خسته نباشی. خودت بخیر جان جور است بخیر هستی. خودت فکر کنم که بسته بندی میکنی. بسیار خوب. خمیر آزادیم آماده کردیم دیگه. خمیر زدیم دیگه آماده دیگه 5 دقیقه بعد دو خلاص ایره بالا میشه. خب ایره بازی تو میکنین؟ گات میشه. یاوش گات میشه. اینی شربت دو دلاو منداز منوته. بود براو میشه دوچه کلون مندازیم. دیگه اینه میکار ما سراو میکنیم. خودت خمیر میکنی؟ خود چه قسم میره؟ چند ساعت میمانین؟ این دیگه خمیر میزنیم که چند دقیقه آماده شه باز پس شروع میکنیم. یا آماده شده آماده است. باز اینال باش و دیگه خلاص ایره جور میکنیم. باز ایره بالا میکنیم و میزنیم. خب بسیار خوب. بسته بندی هم میکنی؟ خب خودت مجرد هستی متأهل هستی یا ای که جلیبی را کدام وقت بردی نبردی؟ ما خوجا پخته میشه بخیر سیر هستیم. جلیبی دلمونه میشه شیرینی است. دندان درد هم دیگه شیرینی و خانه میخوریم. دیگه مثلا بعضی از برادرای ما که نامزد هستن و یک رسم عنعنات ما داریم که در نوروزی میبرن با شما قیمت جلیبی را بلند میبرین. همین دلیلش چیست؟ خود شما هم رحم داشته باشین باید. او اینا با نوروزی که شروع میشه باز جلیبی رقم جلیبی پخته نمیشه و جلیبی نوروزی پخته میشه رنگارنگ. جلیبی کلان کلان دیگه یک ذره او آتش یک ذره آتش نرمال کار داره که نسوزه. دیگه جلیبیش خوبش پخته میشه دیگه. این جلیبی ساده پخته نمیکنیم نوروزی پخته میکنیم برای نوروزا که میبره خانه خسر. همکار دیگه تان گفت که جلیبی ها که از به ولایت دیگه هم شما صادر میکنین بیشتر کدام مردم علاقمند هستن یا مشتری شما که این جمعیت خریداری میکنن؟ ادماز یافتر توزیع میبره، تونس میبره، موترا میان نیم سیره یک سیره میبره ولایت ها توزیع میکنه. پکتیا، میدان، ورده، خوست، گردیز، پکتیا، هلمند میبرن توزیع میکنم. یادت کارتان هم از جبه هم یافتر از ما ولایت ها میرن. چطور از باز رضایت مشتری ها خوب است نیست؟ مشتری ها دیگه هر جای که ارزان پیدا کرد میرن. چرا که اینجا جلیبی پزی زیاد شده یک ذره نرخش هم پایین است. در کار بارتان برکت. زنده و سلامت باشید. خوش باشید.
خب بازم به ادامه برنامه خوش آمدید بیننده های عزیز. در کنار ما یکی از برادرای ما که مصروف ترشی فروشی هستند و چکه وطنی میفروشند. در این مورد بیشتر در مورد همین لبنیات صحبت میکنیم. سلام بیادر، خسته نباشین. خوب هستین؟ همچنین سلام، شما خوب هستین؟ ان شاء الله صحت شما خوب است. اسمتان؟ اسم علی است، یک تن از دکان لبنیات فروش های دانو چندوال ناحیه اول. خب اینمی ترشی چندوال، همی لبنیات چندوال بسیار مشهور است و بیشتر کسا میان خریداری میکنن. همین دلیل از این چیست؟ خب اینجا از سابق سایه لبنیات بوده و اکثر اینجا فعلا عمده فروشی هست، چون دکاندارا اینجا میبرن و این از سابق ما اینجا بوده. از ما تقریبا این نسل سیوم است که اینجا از ما ترشی فروشی و همین لبنیات است. خب اگر در مورد همین چکه برای ما معلومات بتین که از کجا شما میارین و چه قسم جور میکنین؟ این چکه اینجا جور نمیشه، اما بیشتر یا از سمت شمال میه. سابق ای از تاجیکستان هم میامد دیگه، حال از قندوز، آقچه دیگه، غزنی، بامیان از این ولایت ها بیشتر میاد. خب باز چطور از کاروبار فروشتان در این اواخر؟ خب الحمدلله ناسپاسی نمیکنیم، همین که جان ما جور است، همین یک دنیاست. خب خامخا بازار یک ذره بحرانی است، وضعیت اقتصادی مردم خیلی خراب است، اما بازم الحمدلله ناسپاسی نمیکنیم، از آن خدا رو شکر است. شما گفتین که از آقچه و از سمت شمال میه، باز خودتان هم از اینجا به جای صادر میکنین یا فقط به شهروندای کابل به فروش میرسانین؟ از اینجا بیشتر اکثر اوقات جاتر که میبرن مردم جلابات میبرن، اونا در اینجا دوباره ایره قروت میسازن و دیگه 90% دیگه داخل خود شهر کابل به مصرف میرسن. زنده و سلامت باشی بیادر، تشکر. با سلامت، یک جان سپاس از شما. بیننده های عزیز، سیام بود ویژه برنامه ما که از منطقه چندوال و کابل برای شما تهیه کردیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم را انتخاب کنید، لایک و سابسکرایب کنید تا ما با حمایت شما عزیزان بهترین و خوبترین برنامه ها را تقدیم شما خوبان کنیم. تا برنامه بعدی که باز من شمینی جاوی باشم، از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم. همه تان به الله پاک و بنیاد امانت میسپارم. وقت بر همه شما.